بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران، سلام. چهارشنبه 5 دی ماه اینجا برنامه جریان و من خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستم. اگر پژوهشگران و تحلیلگران در آینده بخواهند وقایع چند ماه گذشته رو در سال 1403 مورد بررسی قرار بدند، مطمئناً از این سرعت تحولات متعجب خواهند شد. از وقایعی که بهار امسال شروع شد، زدن کنسولگری ما در سوریه، وعده صادق یک، شهادت رئیس جمهور شهید، شهادت اسماعیل هنیه در تهران و سیر وقایعی که با سرعت اتفاق میفته در منطقه و جهان. اگر ما یک تصویر کلان و یک تحلیلی داشته باشیم، میتونیم این تحولات رو با این سرعت درک بکنیم. امشب میخوایم با حضور آقای دکتر سید مصطفی خوشچشم نگاهی داشته باشیم به تحولات جهانی و منطقه ذیل همون تصویر بزرگ و تحلیل کلان. جریان رو امشب دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز و دستان در کارون برنامه. در خدمت. خیلی ممنونم آقای دکتر. من یه توضیح کوتاهی عرض کردم. اینقدر سیر تحولات در منطقه و در جهان سرعتش بالاست که شاید در آینده اینها رو کنار هم بذارن متعجب بشن از این حجم تحولات. بخشش منطقه‌ای است، بخشش جهانی است. یک فضایی که شکل میگیره شاید فضای شوکه شدن یا متحیر شدن هست. من میخوام از شما یه تحلیل کلان یا یک تصویری داشته باشیم چه خبره توی دنیا و به چه سمت و سویی میره، نه فقط ناظر به منطقه ما یا سوریه یا تحولات مثلا مقاومت. چه خبره تو دنیا؟ خب ببینید، اتفاقا نکته درستی هم اشاره کردید، چون که در دنیا تغییر تحولات عمده‌ای در حال وقوع هست. این سیر تحولات در محورهای مختلفی که در جریان محور مقاومت که خواهم گفت چرا، در مورد روسیه، در مورد چین، اینها سرعت بسیار زیادی خواهد گرفت. ببینید اساساً الان نزدیک به 1 دهه شده فکر میکنم که نخبگان غربی دارن میگن که هشدار میدن به مقامات خودشون، به دولتاشون، که جهان در حال جابجایی قدرت از تمدن غرب به شرقه. کار به جایی کشید که مقامات ارشد غرب دیرتر یه همچین چیزایی رو بهش اعتراف میکنن. دیگه اونها هم اعتراف کردن. مکرون 4 سال پیش با جزئیات گفت، اصلا این رو تایید کرد که قدرت در حال جابجایی از غرب به شرق و اسپورت. و صدر اعظم آلمان مثلا سال اول جنگ اوکراین که بود، بعد از اون زمستونی که گاز یه دفعه بریده شده رفتن توی شوک و اینها و دچار مشکلات شدن، یه عده‌ای آمدن تو خیابون تظاهرات کردن که چرا به اوکراین داری کمک میکنید و اینها. یک تو تلویزیون صحبت کرد با مردم و گفتش که حتی اگر فردا جنگ تموم بشه، گاز روسیه وصل بشه، این عبارتش اینه: به اون روزهای خوش قدیمی بگید خداحافظ. چرا؟ چون اقتصاد رفته جنوب شرق آسیا و چین و اینها. جوزف بورل بعدیش بود، اول کرونا گفت اصلا این جابجایی قدرت با کرونا کلید خورد. و بعد بایدن و بعد آخریش جالبه که رئیس جمهور فنلانده، 1 سال تقریبا فکر کنم همین حدود که عضو ناتو شده کشورش، مقاله ای نوشت در اکونومیست، حدوداً فکر میکنم یه 4 ماهی 5 ماهی باشه یا کمتر. اونجا او هم اشاره میکنه، خیلی اشاره که نه، به وضوح میگه که قدرت غرب در حال جابجاییه و ما در غرب داریم با سر میریم پایین و کشورهای محور جنوب و یعنی تولید کننده مواد خام و کشورهای شرق باید به اینا امتیاز بدیم. قدرت داره میره این طرف. اساساً هژمونی آمریکاییه از سالهای 2005-6 تا 2020 رو به افول بوده به لحاظ اقتصادی و دلار مخصوصاً، و تو این چند سال اخیر هم دیگه شدیدتر شده. آمریکایی قدرت بازیگریش رو در جهان از دست داده، بسیار ضعیفتر شده. هنوز بازیگره ولی در بسیاری از مناطق حساس دنیا این اتفاق نمیفته. نمونهش موقعی که ایران و عربستان بازسازی روابط میکردن، مارک دوبوویتس که رئیس FDDه و اگر ترامپ واقعا به اندیشکده‌ای نگاهی داشته باشه، که اون 2 سال اولی که بولتون بود رابطش با اینا نزدیک بود با FDD، بعضی از حرفای اینا رو گوش میکرد. مارک دوبوویتس سر ایجاد روابط ایران و عربستان نوشت
این معامله سه سر باخته و سه سر سوخته برای آمریکا. چرا؟ اولا یه دوست آمریکا با یک دشمن آمریکا با هم دوباره دارن برقرار روابط میکنن. دوما پای آمریکا وسط نیست. سوما پای رقیب آمریکا چین که اصلا تو غرب آسیا تو معادلات سیاسی حضور نداشته به اون چنان، حالا پای او باز شده. یعنی چیزی است که خودشون هم اعتراف میکنن. خب ما الان در دنیایی هستیم از 2020 تا 2030. حالا اونطور که آقای بایدن سال نمیداد ولی جوری که حرف میزد تغییرات در نظم جهان حادث خواهد شد تا چند سال دیگه. او مثلا 2028 و این دور و بر رو میگه، ما میگیم 2030 مثبت منفی حالا 2 سال. این دوره یعنی دهه 20 تا 30 دهه گذاره، یعنی هیچ نظم جدیدی نیست، نظم قبلیه دچار چالش شدید شده و داره از هم میپاشه. قدرت‌های تجدید نظر طلبی مثل ایران، مثل چین، مثل روسیه، اینها دنبال تجدید نظر طلبی در ترتیبات جهانی هستند در حوزه‌های گوناگون و هژمونی آمریکا رو به شدت به چالش کشیدن، رفقا و شرکای آمریکا رو به چالش کشیدن. بنابراین ما در یک دهه‌ای هستیم که نظم قبلی نیست، نظم جدیدی هم هنوز پدید نیامده. این دهه رو بهش میگیم دهه دوران پسا نظم آمریکا، یعنی بعد از اون، چون اسم جدیدی نداره. از پس این دهه یک نظم جدیدی پدید خواهد آمد. این نظم تقریبا همه متفق القولند که دیگه ما جهان یک قطبی، دو قطبی، 3-4 تا ابرقدرت نخواهیم داشت، چون تو این دهه همه با هم دچار فرسایش و گلاویز میشن و ضعیف میشن. از پس این دهه نظمی پدید میاد که این نظم رو ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعیین خواهند کرد. ائتلاف‌های منطقه‌ای یعنی من اینجا تو خلیج فارس با 7 دیگه میبینم منافعم حکم میکنه، میرم با اینا ترتیبات منطقه‌ای و امنیتی رو. و در جهان هم یک سری ائتلاف‌ها، برخی از این ائتلاف‌ها با توجه به اینکه جهان داره قدرتش از غرب به شرق میره، همین الان هم وجود داره. از قبل بوده، مهم نبوده خیلی، یا جدیداً به وجود اومده. مثلا در همونطور که غربیه برای اینکه جهان رو مدیریت کنه نهادهایی رو به وجود میاره برای مدیریت، مثل G7 گروه 7 در حوزه اقتصاد، ناتو در حوزه نظامی و یا مثلا کنفرانس امنیتی مونیخ به عنوان یک محملی، جایی برای اندیشیدن ترتیبات منطقه‌ای جهانی، ترتیبات امنیتی جهانی. این طرف هم شما متناظر اینها رو داری که حالا تو این 3-4 سال خیلی مهم شده. یعنی چی؟ مثلا شما شانگهای رو داری، بریکس رو داری. بریکسی که همین 1-2 ماه پیش آقای پوتین وقتی تموم شد آمار رسمی داد و الان کشورهای بریکس از کشورهای گروه 7 ثروتمندتر شدن، داره جابجا میشه. و همینطور کنفرانس امنیتی سن پترزبورگ یا مسکو رو داری متناظر با اینها. این ائتلاف‌ها و ائتلاف‌های دیگری که احتمال داره به وجود بیاد، اینها نظم جهان رو حاکم خواهند بود. اما همه تقریبا متفق القولن که شما توی این ائتلاف‌ها 4 تا بازیگر دارید. اینا بازیگران اصلی هستند. خیلی‌ها به این اعتقاد دارن. این بازیگران اصلی شرق که آقای مکرون هم اسم چند تاشو برد، هر کدوم به دلیل حاکمیت بر منطقه‌ای از جهان یا نفوذ بسیار گسترده‌ای که در یک منطقه حساس دارن، یا به خاطر مؤلفه ها، چند تا مؤلفه از مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره برای قدرت جهانی شدن رو چند تاشو دارن. چین تکنولوژی اقتصاد، هند تکنولوژی اقتصاد، روسیه است نفوذ گسترده بر بخش‌های بزرگی از اروپا، و ایران. نه ایران خالی نه، ایرانی که بتونه از این طرف کوههای هندوکش برو تا ته مدیترانه تعیین تکلیف کنه، بدون اون نشه فرمولی رو اجرا کرد. ایرانی که بعد از جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی تو سوریه و عراق تونست کار رو به جایی برسونه که خودش رو حاکم بر این منطقه نشون بده. یعنی بدون او فرمولی جلو نمیره. ببین کل دنیا داره به این نگاه میکنه که 2001-2003 عراق و افغانستان آمریکا حضور داشته، 38 تا پایگاه منطقه‌ایش ما رو محاصره کرده. حالا بعد از این 20 سال، اونم در شرایطی که آمریکا در دهه اول این قرن حاکمیت داشت، قدرت اول بود، ابرقدرت بود، تنها ابرقدرت، همه فشارهای سیاسی، نظامی یا اقتصادی رو هم آورده.
ایران 20 سال بعد وضعیت از اون منطقه، از اون وضعیتی ما ساندویچ شده بودیم بین این روهای آمریکا، 20 سال یعنی 2023 و 24 آمریکا ته مدیترانه است، رفته عقب تا اونجا، داره از اسرائیل دفاع میکنه، ایران داره اسرائیل رو میزنه. دنیا به این فکر میکنه 20 سال دیگه ایران کجاست؟ تو منطقه‌ای که بیشترین ذخایر هیدروکربنی دنیاست، پل تمدنی شمال و جنوب و شرق و غرب دنیاست، انواع مینرال ها، تمدن های قدیمی، یعنی شما به هر لحاظی حساب بکنید خاورمیانه انقدر مهم هست که هیچ وقت روی آرامش نمیبینه، همیشه در تلاطم و کودتا و جنگ و انقلاب و غیره است. در این منطقه شما نگاه کنید، آمریکا هیچ وقت نمیگه من خاور دور بزرگ، اروپای بزرگ، آفریقای بزرگ، میگه خاورمیانه بزرگ میخوام. مثلا یعنی چی؟ یعنی کشورها کش نمیتونه بده اینا رو که بزرگ کنه، بخواد اینا رو خوردشون کنه از قدیم. اینجا بسیار منطقه مهمیه و شما تونستید در 2 دهه اول رفته رفته تا 2020 و تا همین اواخر اومدی حاکمیت دادی به خودت. این دلیل اول. دلیل دوم، احاطه ایران به بیش از 2 آبراه فوق استراتژیک در دنیاست. ما 7 آبراه فوق استراتژیک داریم، از جمله مثلا پاناما. ببین نقش اینا اینه، اینا میانبرن. اگه اینا نباشه شما مسیر سفر کشتیرانی، چه نظامی چه کشتیرانی تجاری، خیلی طولانی تر میشه. خیلی هم مسیر طولانی تره، سوخت بیشتر، آبهای متلاطم بیشتر، ریسک غرق شدن بیشتر و از دست دادن کالا ریسکش بیشتر، حق بیمه بیشتر، قیمت تمام شده بیشتر. خب بیشتر تجارت دنیا هم که رو آب، صادرات نفت، گاز، تجارت کانتینری، اینا رو آب دیگه. شما مثلا در آمریکا یا باید بیای پایین، از دور آمریکای جنوبی رو بزنی از اقیانوس آرام به اطلس که میخوای بری، بیای پایین شیلی. این ناوگروه پر افتخار ارتش همین کار رو کرد دیگه، اومد پایین، دور زد رفت بالا. یه راهش اینه، یه راهش هم اینه وسط آمریکا از پاناما کانال پاناما رو بری. جالبه که همین دیشب پریشب آقای ترامپ نیامده دبه کرده، میگه که ما اینو میخوایم. یعنی پاناما همین الانش هم زیر نفوذ آمریکاست. آمریکایی‌ها اینجا رو ساختن و مهندسی میکردن و راهبری میکردن. حدود 20-25 سال پیش دیگه بالاخره کلش رو، راهبریش رو، همه چیز رو دست پاناما دادن، ولی خب زیر نفوذ خودشون اونا گیر میدادن. اگر ما می‌خواستیم از پاناما رد شیم مثلا نمیذاشتن. الان همونم راضی نیست، میگه این باید برگرده به من اصلا، در حالی که تو خاک پاناماست، مال پاناماست، حاکمیتش با پاناماست. چرا؟ به خاطر اینکه تو رقابت با چین و بقیه این رو میخواد کنترل کنه به عنوان ابزار. ببین چقدر مهمه. در آسیای جنوب شرقی تنگه مالاگا اگر جنگی امسال یا سال، امسال که میگم 2025 2026 2025 که داره چند روز دیگه شروع میشه، اگر جنگی در بگیره اسمن سر تایوانه، رسما سر تنگه مالاگاست. بین چین و آمریکا الان اونجا به شدت تنشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مسیر جاده ابریشم آبی از اونجا میگذره، مواصلاتش همه از اونجا. یعنی آسیای جنوب شرقی و چین با همدیگه گلوگاهشون از اونجاست. خب یکی دیگهش تنگه هرمز تو حاکمیت شماست، 30% منابع انرژی، صادرات نفت و گاز از اینجاست، حاکمیتی مال شماست. یکی دیگهش باب المندبه که از اقیانوس هند شما میخوای بری اروپا آمریکا، یا باید بری دور آفریقا رو بزنی، یا باید بیای تنگه باب المندب، دریای عرب، تنگه باب المندب نزدیک سواحل یمن، بری دریای سرخ. بعد دریای سرخ در انتهاش بنبست یک کانال داره توش، کانال سوئز، میره پشت مصر و پشت مصر و اسرائیل دریای مدیترانه است که میخوره به اروپا آمریکا. اونم یکی از آبراهای استراتژیک فوق استراتژیک دنیاست. خب از روزی که جنگ غزه شد، 40 روزی که گذشت، انصارالله اونجا رو زد، چه اتفاقی افتاد؟ مصری ها چند بار آمار دادن که بعد از بسته شدن باب المندب ترافیک دریایی و تجارت ما هم در کانال سوئز 60% کاهش پیدا کرد، یعنی بیش از نیم. شما الان حاکمیتی اونجا نیستی ولی اعمال قدرتی هستی. برای همینه که رسانه انگلیسی برداشتن تیر زدن که چی؟ بعد از این اتفاق که دیگه تجارت این طرف دنیا نه دست آمریکاست نه دست اسرائیله، به قدرت جدید سلام کنید. کیو گفتن؟ ایران. چون میفهمه قصه چیه. 7 آبراه فوق استراتژیکه، 2.5 رو، یکیشو حاکمیتی یکیشو اعمال قدرتی، شما بالا سرش وایسادی. خب معلومه که توی این جنگ قدرته، توی این جابجایی قدرته، اولا شما به خاطر اینها، به خاطر این دو علت، خاورمیانه، در خاک و در آب شما الان حاکمیت داشتی و داری.
کارهایی کردی که توسعه قدرت دادی. کی؟ در دهه‌ای که تو این دهه تعیین تکلیف دهه‌های آینده خواهد شد. معلوم نیست این ائتلاف‌ها که به وجود میان چند دهه بر دنیا حاکمیت خواهند داشت بعد از 2030. بنابراین دهه چالشه، دهه گذار هست، دهه چالش هم هست، دهه جنگه، جنگ‌های روزافزون در دنیا، نه فقط چین، روسیه، ایران با غربی ها، نه قدرت‌های کوچیکم که آقا بالا سراشون دیگه نیستن برای حفظ منافع یا حد اکثری سازی منافعشون تو جنگ میرن. جنگ‌های محتملی از نوع جنگ آذربایجان، ارمنستان یا جاهای دیگه بسیار. هرچه ما میریم به سمت پایان این دهه، اواسط این دهه که الان 2025 داره شروع میشه یواش یواش و به سمت پایان، اینهاش تشدید هم خواهد شد در سراسر دنیا. برای همین سیر تحولات بسیار سریعه. حالا کسانی که از این جنگ ها، ببین اولا تعارف نداره، مسئله مدیریت دنیا قرار نیست به همین سادگی تموم بشه. یعنی قرار نیست بذارن شما راحت توی همچین منطقه‌ای حاکمیت داشته باشی رو آب و خشکی. نه، اصلا از این خبرها نیست. حتما چالش، تعارف نداریم. هیچ امپراتوری در دنیا نیفتاد، هیچ امپراتوری برنخواست مگر به خون ریزی. نمیذارن که شما اگر میخوای قدرت باشی حتما راحت ما هم باشیم همین کارو میکنیم، یعنی ما هم همچین اجازه‌ای نمیدیم دیگه، فرقی نمیکنه. در طول تاریخ همین بوده. خب معلومه که وقتی شما به همچین قدرتی که دست بده کردی که حالا ترامپ پاناما رو میخواد، تو مالاگا داره با چین تنشو بالا میبره، نمیذاره به همین سادگی جایی که رو اسرائیل و رو خیریه دیگه داره تأثیر مستقیم میذاره، باب المندب، سوئز، به همین راحتی بخواد بره جلو دیگه. مشخصه میاد برای چالش کردن و چالش. من اینو که میگم تصویر بزرگه برای اینکه ما متوجه بشیم. اولا کل دنیا درگیر این جابجایی قدرته. هر کی پیروز بیرون بیاد فردا هم تو اون ائتلافا برش بزرگتر یا کیک داره. این فردایی که میگم 20 سال 50 سال نیست، فرداییه که بین حدود 5 سال مثبت منفی 2 سال، 2030 مثلا. بله، مثبت منفی 2 سال. حالا بستگی داره به خیلی چیزا دیگه، علوم انسانی اصلا با انسان سر و کار داره و اینها، ولی نه اینکه یه دفعه بگید حالا مثلا خیلی. آمریکایی خودش اعتراف میکنه به اینا، میگه قطعیه اینجا به جایی. پس معنیش این، ولی معنیش نیست مقاومت نمیکنه. مقاومت میکنه، خوبم مقاومت میکنه. چرا؟ میخواد یکی دو دهه عقب بیفته. این عقب افتادن هم دلیل داره که حالا تو این مقال نمیگنجد به قول دوستان، ولی بحث سر اینه. پس دنیا در حال تغییر تحوله. یه بخشش هم ایران و محور مقاومته. همه اینا با غرب و آمریکا درگیر، چه روسه، چه چینیه، چه ما. این الان خیلی ها فکر میکنن که ترامپ مثلا سطح اول تنشش ماییم. این نیست، سطح اول تنشش چینه، ما دومیم. خب حالا قصه اینه، شما هم یه بخشیش هستید یعنی ما محور مقاومت کلا. یه دونش هم سوریه هست، یه دونش یمنه، یه دونش فلسطین، ایرانه، یه دونش لبنانه، یه دونش عراق کلی. بنابراین سوریه یک نقطه است در یک روند. این روند حالا ادامه داره. به همین دلیل هم بود از روز اول من میگفتم که جنگ غزه، ببین تو اینها معلومه که جنگ در بگیره. این دهه همون پیچ تاریخی است که آقا میگه. اون که میگه نوک قله نزدیک به اوج قله، منظورش همین 5 سال، این 45 6 سالش رفته، تو زورتو زدی، همه کار کردی برای این 5 6 سال. حمایت ما از فلسطینیه اعتقادیه، ابزاری نیست. ولی حتی اونی که دین رو قبول نداره، هیچ رو قبول، اینایی که میگم هست بر اساس منابع غربیه ها، نه حرفای داخل جمهوری اسلامی. منابع غربی الحمدلله در داخل کشور کسی زیاد به این مسائل راهبردی فکر نمیکنه، همه گیر معیشت و روزمرگی و اینهاست. بیرون داره به این فکر میکنه، خیلی وقتم هست. حالا نمونه زیاد دارم که من خودم شخصا تجربهش رو داشتم که حالا میگم خیلی طولانی میشه که نشون میده که اینه. و ببینیم مثلا اسد سری پیش بعد از سوریه قصه که تموم شد، به ایران و روسیه و چین گفتش که آقا بیاید هر کدوم 2 تا شهر و بندر بردارید بسازید و اینها. حالا ما که هیچ، چینیه آمد و یه 2 تا شهر رو داشت طراحی میکرد، دیدن آقا تروریستا هنوز توی دیر و زور و اینا میجنگن، ترسیدن، رفتن امنیت میخوان دیگه، رفتن پلو اسد گفتن آقا امنیت ما رو کی اینجا تامین میکنه؟ درجا گفت ایران. پس او میدونه با کی کار نیاز داره بهت.
اگر چینیه روسه نیاز بهت نداشته باشه میشه یه کشور معمولی. بقیه چون بهت نیاز دارن، این حفظ قدرت در آینده ما بسیار تاثیرگذاره. بنابراین ما تو یک پروسه‌ای هستیم، بخوایم نخوایم دنیا اصلا تو این پروسه قرار گرفته. از پس این دهه تازه معلوم میشه که چه خبره. 45 سال زحمتشو کشیدید، همه شهیدش و عرق ریختنش و اینها رو، ولی از بعدش چیزی نمونده. آقای دکتر، من این چند دقیقه رو سکوت کردم که این تصویر مهمی که شما اشاره کردید، نگاه در واقع کلان از بالا به تحولات جهان جا بیفته. چون ما فقط توی یه نقطه ایستادیم، سوریه رو میبینیم، بعد یمن رو میبینیم، تحولات لبنان رو میبینیم. حالا نکته اینه، با این تصویری که در واقع ایجاد شد، تحولات جهانی، ما کجای این جایگاه و این تصویر هستیم هم اشاره کردید. شاید مخاطب بگه که چه ضرورتی داره ما وارد این بازی بشیم. اولا من بگم یک کلید واژه‌ای رو آقایون استفاده میکنن، میگن آقا ما هم نرمال زندگیمونو بکنیم، باب المندب به ما چه، نمیدونم فلان منطقه درگیری به ما چه، ما هم بشیم یه بازیگر مثل بقیه بازیگرها و حالا دنیا حالا میخواد نظمش تغییر پیدا کنه. میشه ایران تو ایران بمونه، یعنی ما در داخل کشور بمونیم، کاری به منطقه و به سایر آبراه‌ها و درگیری‌ها نداشته باشیم، دنیا تحولاتش. چرا ما باید حضور داشته باشیم؟ چرا باید قدرت نمایی کنیم؟ اولا من بگم یه چیز جانمونه، این 5 ساله خیلی سخته ها، اینجور نیست آسون باشه ها. برای همه سخته. برای همه سخته، برای ما هم سخته. برای ترکیه هم سخته. نه، برای این 3-4 تا، برای عربستان، برای نه خب اینا برای اونا کمتر از ما. نه، برای اونا کمتر از ما. میگم دیگه دنیا داره رو این 3-4 تا، رو هندیه که خب تکلیفش معلومه، چین، روسیه، ایران. برای ماها سخت داره، خیلی سخت داره. ببینید جنگ اوکراین رو، جنگ اوکراین هم جنگ تمدنیه. 1-2 ماه بعد از جنگ اوکراین آقای سخنرانی کرد، گفت فکر میکنم 1-2 ماه بعدش بود، ایشون گفتش که جنگ اوکراین جنگ تمدنیه. درست میگه دیگه. تو همین دهه جای پیچ تاریخیه، هر کی از جنگ اوکراین، جنگ غزه و محور مقاومت و اگر تا 1-2 سال دیگه که گفتم رو مالاگا این مشکلات هست، هر کی پیروز بیرون بیاد تو اون ائتلافا. ولی این سخته. گفتم به این سادگی قرار نیست. یعنی شما ترکیه رو با وجودی که پیشرویایی که ترکیه داشته، ترکیه رو بازیگر اصلی نمیدونید؟ نه، نمیدونم به هیچ عنوان. ترکیه یه عقده‌های فروخورده جنگ اول دوم جهانی و فروپاشی عثمانی و از دست دادن سرزمین‌ها داره که تو مثلا اون دهه سعیشو کرد که بیاد یه بخشایی رو بگیره از شمال سوریه و اینها، و بعد هم دیگه نتونستن و تروریستا شکست خوردن و رفتن تو ادلب تا امروز که برگشتن. اون پروژه اخوانین و عثمانیگریش رو یه هوا تعدیل کرد، برد به پروژه ترکیه قرن، اومد سمت آذربایجان که نخجوان و اینها یه زنگزور رو تشکیل بدن، از جنوب ارمنستان رو بگیرن، کریدور زنگزور بره تا مثلا چین دیگه، بقیه همه یا نژاد ترکیه یا فلان، یه جاده‌ای به نام ترکستان درست کنن، یه کریدوری درست بکنن. رفت تو این فضا. حالا دوباره با این قضایای اخیر برگشته. نه، ترکیه حد اکثر کاری که بتونه بکنه، تازه اگر الان شروع کنه، اگه موفقم بشه که من بسیار بعید میدونم، میره در حد یه منطقه‌ای برمیگرد در حدود یک کشور در یه قدرت منطقه‌ای میخواد از خودش بسازه. این قدرت منطقه‌ای رو من به نظرم تا 4-5 سال دیگه به ضررش تمام خواهد شد. یعنی تا 4-5 سال دیگه ترکیه دچار معضلات اساسی خواهد شد در منطقه. اما سوال شما، اصلا ما یه جایی هستیم ایران، ذخایری که داره، ذخایر هیدروکربنی که داره، مینرال هایی که داره، از سطح میانگین جهانی به نسبت وسعت و جمعیت و اینا بیشتره، جایی هم قرار داره که پل شمال و جنوب و شرق و غربه، اصلا شما رو به حال خودت نمیگذارند. به این سادگی نیست قضیه و دنیا در حال جابجاییه. شما مگر جنگ جهانی دوم نبود؟ مگر رضاخان نگفت من بی‌طرفم؟ مگر کسی رعایت کرد؟ کسی رعایت نمیکنه. مگر جنگ جهانی اول نبود؟ شما در شرایط تحول هستی. این یکی از چندین دلیلشه. یه دلیل دیگهش اینه که شما یک نظام دین محوری، از اول که رفتیم مثلا به سمت کمک به فلسطینیه که نگاهمون این نبوده که
که بیایم قدرت جهانی شیم، حالا توسعه قدرت دین. اگر قرار دین محور باشیم، بر اساس ایدئولوژی و دین باشه، بایستی به مظلوم کمک کنی، تو قانون اساسیت هم هست، باید مظلوم کمک کنی دیگه. وقتی این ور رفتیم، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، این پدید اومد در طول مسیر. اصلا اگر آمریکایی دو طرف ما اذیت نمی کرد، ما طرحی نداشتیم برای گسترش نفوذ در منطقه، که او آمد فشار آورد، ما پدافند کردیم. حاج قاسم این کار رو شروع کرد با مدلاسیون بسیج تو کشورهای مختلف، رفت جلو، کم کم آمریکایی رو زد عقب دیگه. ما تو پدافند بودیم. یه جا ما آفند، اصلا محور مقاومت یه جا آفندی کار کرد، کنشگری کرد، اونم جریان غزه است، 7 اکتبر. بله. بقیه جاها او تحریم کرده، هی ما واکنش نشون دادیم. اصلا چیز خوبی نیست. یعنی همیشه باید طرف مقابل یه اکتی داشته باشه، یه کنشگری، هی ما منفعلانه واکنش. در صورتی که اینجا تازه شما دفعه اولیه که اومدی، میگم که توسعه قدرت دادی، دفعه اولیه که اومدی کنشگری کردی، با اعتماد به نفسم رفتی جلوی این کار کردی. توی این فضا، یعنی توی این فضای جابجایی و توسعه قدرت، من باز تاکید میکنم یه نقطه‌ام نبینیم، چه پیروزی چه شکست فرق نمیکنه، یه رونده. چنان که مقاومت یک رونده. یعنی ما الان با وقایع سوریه دسترسی به مدیترانه رو از دست دادیم، چون تو یکی از اون عوامل قدرتی که شما گفتید ما آمریکا رو تا مدیترانه پس زدیم و اونجا هستیم. الان این شکسته تو این فراینده خیلی بزرگ نیست؟ نه ببین، همینو می‌خواستم بگم اتفاقا. چرا؟ شما میگم به یک نقطه رو نبینید. خب رفت و برگشت داره، آکاردئونیه. من چند تا مثال بزنم. یه رونده، چنان که مقاومت یک رونده توسعه‌ایه. ببین جنگ تحمیلی برای مردم ما از همه آشناتره. خرمشهر رو گرفتن، احدالناسی باور نمی‌کرد ما اندکی بعدش بریم خرمشهر رو بگیریم، حتی اینقدر نیرو نداشته باشیم که اسرای اونا رو تخلیه کنیم. دهلوران بارها دست به دست شد. جنگ همینه، شوخی نیست. ببین مردم ما متاسفانه در دو طرف فانتزی جنگ دارن. یعنی مثلا یه عده فکر میکنن که خب میریم یه دفعه 10,000 تا موشک میزنیم اسرائیل رو تمومش میکنیم. از این فانتزی‌ها. یه سری دیگه هم فانتزی دارن که پس حالا که اون ریخته 45,000 تا تو غزه کشته، اینا 3,000 تا کشتن، پس اون برنده است. این درک درست از جنگ وجود نداره متاسفانه برای خیلی ها. اصلا اینطور نیست. درک درست چیه؟ همون رونده؟ نه حالا میگم اونو، اگه اون یکم طولانی تره. من اول این مثالمو برم جلو. یه نمونه دیگهش انصارالله. هم بیشتر مردم انصارالله رو با جنگ عربستان میشناسن و الان که باب المندب و بسته، هیچکی اصلا انگار خبر نداره این انصارالله از کجا اومد. بابا انصارالله یه گروهی بود، یه سید حسین بدرالدین خدا رحمتش کنه، ایشون پدرش از علما بود و قرآن خون و اینها و خیلی معروف بود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری بود که ظالم و فلان و اینها، با عربستان بسته بود، استان فروخته بود، چاه نفتشون رو فروخت، همه چیشون رو داد رفت. خیلی فشار می آورد به مردم. اینا اومدن با اعتراضای مدنی شروع کردن، بارها اینها رو سرکوب کرد، زد، کشت. آخر هم سید حسین بدرالدین رو ترور کرد. خب داداش حسین که الان نشسته، اون موقع 27 سالش بود، جوونی بود، اومد انقدر اینا شکست خوردن برگشتن، اسلحه نداشتن، تهیه شد، خودشونا هیچ ربطی به ما نداشت اون موقع. تو غار و اینا زندگی می‌کردن. بله اصلا ربطی به ما نداره ها، اون موقع هیچ ربطی به ما. قدرت پیدا کردن تا جایی که علی عبدالله صالح رو دکش کردن، بعد هادی اومد، بعد جانشین او شدن. حالا بعدن تو جنگ‌های داخلی رفتن عربستان، امارات، از اونجا دیگه مردم یادشونه، تبدیل شدن به یه قدرتی که باب المندب رو میبنده جلو انگلیس و آمریکا، وای میسه یو اس اس آبرامز رو میزنه، از منطقه میندازه بیرون. کم نیست دارن میزننش، اونم میزنه. اینجوری یه دفعه‌ای نیست که شما فکر کنید رفت و برگشت داره. یه نمونه دیگه، 1401 امنیت ملی شما در این ایران به خطر افتاد. منظورم ناآرامی و اینا نیست، اختشاش و اینا رو نمیگم، اون یه حوزشه، یه جنگ ترکیبی تمام عیار راه انداختن. خب در حوزه‌های گوناگون، ترور، خرابکاری، همه کار کردن، فشار سیاسی، دیپلماتیک، تحریم، مداخله ارضی، همه کار کردن. خب
یعنی امنیت داخلیت، امنیت عمومیت، امنیت ملیت رو بخواستن به خطر. تروریستا از بیرون مرز چه کردن اینها؟ درسته؟ شما تو پدافند بودی، 1402 اسرائیل تو پدافند بوده، امنیت ملیش ضرب در صد به خطر افتاده. خب رفت و برگشت داره. آمریکا از منطقه ما که میخواست دیگه دید اوضاع اینطوریه عقب نشینی کنه، از طرفی دریای جنوب چین سطحیه که تنشه براش، سرفرماندهی اونجا رو میخواست تقویت کنه. گفتن تو این خلأ ایران چی؟ ما بودیم و اینقدر پیشرفت توسعه کرده، ما نباشیم چه اتفاقی میفته؟ اسرائیلیا طراحیشون این بود دیگه با اعراب بیان تو پیمان ابراهیم مثل یه 8 وا بشن رو به ایران، از سمت جنوب بیان با کشورهای عربی پیمان همکاری امنیتی سیاسی نظامی ببندن، از سمت شمال هم اربیل، نخجوان، آذربایجان، ترکیه بیان اینجاها مستقر شن، با ترکیه کار مشترک بکنن. همواره اسرائیلیا این کارو میکنن، کار همکاری اطلاعاتی میکنن. تو آذربایجان هم استقرار شدید، یعنی بیان در اطراف مرزهای ایرانو محدود کنن، به مرزهاش تنش درست کنن، در داخل هم جنگ ترکیبی. اومدن توسعه پیدا کردن به سمت ما. یک سال بعد، این مال 1401 تا 1401، یک سال بعد این 8 برعکس شد دیگه. اصلا ما یه دفعه، یعنی آذربایجان رو سعی کردن مدیریت بکنن، جای دیگه همینطور، ما 8 رو وا کردیم به سمت او. این آکاردئونه، رفت و برگشته، شبیه رینگه که حالا ادامه داره. و البته اگر شما طراحیت آپدیت نباشه نشه، اگر شما دینامیک نباشی، اگر از همه قدرت ها استفاده نکنی، این همون درک درستی که شما از جنگ میگید همینه. این درک نه، این درک جنگ نیست. یعنی این الان درک وضعیت ماست با اسرائیلیه. درک جنگ اینه که تو جنگ میزنی میخوری. یک کلمه. ببین آخرش معلوم میشه چیه. بله ببین، اینو من خیلی وقت پیش شنیده بودم، یادم رفته بود. یه عزیزی که خیلی دوستش دارم و بهش احترام میگذارم، همین 1-2 ماه پیش با هم جلسه داشتیم، یادآوری میکرد. گفت خرمشهر از دست رفته بود، همه اومده بودن به امام بگن. امام سر نماز حالا میخواست نماز بخونه، هیچ کم جرئت نمیکرد بگه به امام. میگه اینقدر دل کردم، بالاخره امام از آن اقامه که گفت رفت قامت ببنده، یکی جیگر کرد رفت بغل امام گفت آقا خرمشهر سقوط کرد. میگه امام همینجوری که میخواست تکبیر رو بگه نگفت، اینجوری برگشت نگاه کرد گفت جنگی است دیگر آقا، الله اکبر، جنگه آقا، میدی میگیری. بعدم گرفتیم. الان اصلا تو خود همون جنگ 8 ساله آقای دکتر ما مثلا فاو رو گرفتیم از دست دادیم، مهران رو از دست دادیم. بله. آره، عملیات رمضان شکست خوردیم، یه عملیات بردیم، یه عملیات شکست خوردیم. ببین مسئله سنگینی هم اگر راجع به سوریه صحبت میکنی که هست آقا فرمودن، حالا الان داره راجبش صحبت میشه که اونجا گروه مقاومت میتونه کار کنه اینو. ولی اصلا من از سوریه اومدم بیرون، میگم آقا این یه جنگ 7 جبهه داره. هنوز کرانه باختری، غزه، لبنان، یمن، عراق، ایران، هنوز ایناش جنگ در ادامه. اول بسم اللهیم، منتظر باشید هی بزنیم هی بگیریم هی بدیم. اینه یه چند سال جنگ داره. من چند دفعه اومدم جلو دوربین شما هم فکر کنم حتی گفتم که آقا 3 سال دیگه بریم تا 3 سال دیگه. این 3 سال فکر میکنید قراره چیکار کنیم؟ 3 سال همینه دیگه، وضعیت همینه. از اون طرف یادمون باشه کل این تازه یه بخشی از جابجایی قدرت در دنیاست. تکلیفش چیه؟ تکلیفش خدا بهتر از من در قرآن گفته. اصلا من چرا باید بگم؟ خدا گفته دیگه، هم میتونن برن یه سرچ ساده کنن در بیان. خدا به قوم یهود چند جای قرآن اشاره کرد، حداقل 2 جاشو من الان یادمه، اشاره میکنه، میگه که 2 بار فساد میکنید رو ارض، شکست میخورید. یه جاش هست میگه که توی یکی از این دفعاتی که اشاره کرد، میگه دفعه دوم کن فیکون میشید، ریشه کم میشید. ولی داره همونجا میگه به دست کی؟ اگر تو اونی میتونی این کارو بکنی. 3 تا مشخصه میده، میگه به دست سرسخت‌ترین مجاهدین از بندگانم. بندگانم یعنی چی؟ یعنی مثل جد مطهر ما حضرت علی علیه السلام تو جنگ خندق، عمرو بن عبدود که افتاد و اون توف کرد و نکشتش، بلند شد دور زد، گفت به خاطر خشم خودم نمیکشم، به خاطر این بلند شد دور زد، به خاطر خدا بکش. این یعنی چی؟ بنده خدا باید باشی. یعنی چی؟ از رو تکلیف عمل کنی. اینجا آقا گفت
یکی 2 هفته پیش سر سوریه که از یه شکست مایوس نشو، از یه پیروزی قره نشو، به خاطر یعنی برو تکلیف تو عمل کن بر اساس اون چیزی که باید عمل کنی، برای خدا باش. 2 هر بنده ای نه، بنده ای که مجاهده. 3 این از همه جالب تره، نمیگه سرسخت، میگه سرسخت ترین. سرسخت ترین میدونی الان کیه؟ ما نیستیم، یمنیان. نه، سرسخت ترین فلسطینی است، غزه‌ای است، 2 سال تو باد و بارون و گل و لای، بچهش وبا گرفته رو دستش، کوتاه نمیاد، پشت حماس وایساده. اگه اونجوری بودی نتانیاهو آرزو داره به گور میبره که حماس رو نابود کنه، نمیتونه. هنوز میگه تموم نمیکنم غزه رو چون حماس نابود نشده، از غزه بیرون نمیام چون اگه بیام حماس دوباره ضعیفتر شده ولی حاکم میشه. یه مدل اونه، یه مدلش هم سوریه است، مردمش نمی جنگن به دلایل متعددی، نخواستن، نجنگیدن. خب اینه نتایجش جلو چشممونه. میگه سرسخت‌ترین. اگه شما سرسخت‌ترین بودی مثل او، بعد از او یمنیان فوق العاده سرسختن. اگه مثل او بودی نتیجه میگیری. حالا ولی کار داریم. من حالا یه چیزی هم تکلیفشو معلوم کنیم. اگه فکر میکنید همین الان دستو بگیریم بالا، آقا ببخشید تو رو خدا ما اصلا اشتباه کردیم اومدیم کور خوندیم، اینجوری نیست. آمریکاییه داره اینجوری فکر میکنه، میگه محور مقاومت مثل یک جنیه که از تو چراغ جادو بیرون اومده، دیگه هم تو نمیره. الان با 30% توانش اومده همزمان کار کرده. ایرانیه که 100% نیومده، عراقیه همینطور نیومدن دیگه، هنوز مونده. داره به این فکر میکنه که اگه 100% بیان چیه. حالا به این نتیجه رسیده که دیروز که من ابرقدرت بودم باید اینا رو خنثی سازی میکردم، ظرفیتشون رو. امروز دیره، فردا غیر ممکنه. یعنی اصلا اینجوری نیست که شما فکر کنید که خب همون شد. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم این مثل رودخانه آقای اقلانی در رودخانه آبهای خروشانه. سوار شدی از بالا تا تهش واسه بری، اصلا راه دیگه ای نداره. محکم باید وایسی، تازه اولشه. شما کلی جبهه داری برای جنگیدن، کلی جا داری برای جنگیدن، تو خود سوریه‌ش هم دوباره میتونی. یعنی ما توی روند کلی هستیم، نقاطی از اینها به هم وصل میشه. هر کی مجموع این نبردها رو برد، حالا چون وقت نیست من جای دیگه قبلا گفتم، فقط بگم تو غزه زخم زدی، میگم درک درستی از جنگ وجود نداره اینه. حالا شاید یه دفعه وقت شد یه روزی اینجا گفتیم، نمیدونم چقدر وقت داریم. تو غزه شما زدی، تحقیرش کردی، تو لبنان مساوی کردی، اینا توضیح داره چطور. چون الان برای مردم سوال ایجاد میشه که ای بابا اون 45,000 تا کشته و چطور. ببین اینا نیست. خساراتی که وارد شده به اسرائیل اونجا توی سوریه خوردی و همین فردا ممکنه اتفاقا همه اینا برعکس شه. یه دفعه تو سوریه بزنی، تو غزه و تو لبنان بخوری. خب اینه دیگه، جنگ یعنی همین. این درک حالا ادامه داره این قصه. بسیار عالی. آقای دکتر، 1 ماه پیش بود همینجا با شما گفتگویی داشتم، فکر کنم تازه ترامپ رأی آورده بود. از شما پرسیدم که فکر میکنید ترامپ چه میکنه با ایران. یکی از گزینه‌هایی که شما گفتید وارد جنگ مستقیم نمیشه، اما اختشاش، واژه اختشاش رو استفاده کردید. خب تو این تحولاتی که با این تصویری که شما در واقع ترسیم کردید، رهبری هم در دیدار اخیر گفتند اینها 2 تا کار میکنن، یا در کشورها جنگ را میندازن یا هرج و مرج داخلی و اختشاش. شما فکر میکنید ناظر به مسائل داخلی ما، آیا چون وزیر خارجه آمریکا یه کلیدواژه اختشاش رو استفاده کرد، فکر میکنید که سرعت این کار داره بیشتر میشه یا تغییر پیدا کرد؟ نه بیشتر میشه. البته من گفتم جنگ ترکیبی که یه بخشش اختشاشه. بعد شما یادمه الان که شما فرمودید که اختشاش میشه، من گفتم دست ماست. یعنی چی دست ماست؟ حالا خوب پرسیدید. من اون شب نشد توضیح بدم. وقت اینو بحث کنم. او با ما فرق نمیکنه. اصلا ترامپ، بایدن، کامالا هریس، هر کی میمد از پیش دستور کار بود. مگر بایدن 1401 جنگ ترکیبی تمام عیار راه انداخت؟ الان هم همینه، میاد برای جنگ ترکیبی. این جنگ ترکیبی که من قبلا یادم یه دفعه فکر کنم اینجا توضیحشو دادم، در کل تو تئوری 7-8 حوزه است، اما در مورد ما فرمول ریزی داره، 12 حوزه است. 2 مرحله جنگ ادراکی اول داره. من دارم میبینم جنگ ادراکیش همین الان داره زمینه رو گرم میکنه، دارم میبینم به وضوح. مثلا
یادتون باشه تو جنگ ادراکی اون 401 هم اینجوری بود، از 1 ماه قبلش 2 ماه قبلش شروع شد، 45 روز قبل تقریبا شروع شد. سعی میکنن که به مخالف تشجیعش کنن، شجاعت بخشیش کنن، موافق رو ارعاب کنن. خاطرتون باشه 1 هفته قبل از داستان مهسا امینی شایعه کلان انداختن نیویورک تایمز همه که رهبری فوت کرده. اینا دروغای عیان بدون مدرک رو سعی میکنه نیویورک تایمز کمتر بگه. رویترز چرا صبح تا شب راجع به ایران دروغ میگه، الکی میگه 20 نفر در بیت به من گفتن. آقا 20 نفر در بیت باز چی باید با تو صحبت کنن اصلا؟ ولی نیویورک تایمز کمتر این کارا رو میکرد. اومدن انداختن چرا تشجیع کنن مخالف رو، ارعاب کنن و بترسونن و نگران کنن موافق رو. این خیلی ریز داره که حالا نمیرسیم توضیح. الان این کار داره انجام میشه؟ من دارم میبینم، به وضوح دارم میبینم. یکی از چیزایی که دارم میبینم اینا چند تا گام دیگه هم برمیدارن توی جنگ ادراکی و بعد یواش یواش دارن الان داغش میکنن. هدف اینا از نظر من به سمت بهاره، یعنی حالا اگر شرایطشون جفت و جور شه زودتر دیرتر، ولی به نظر من بهار اینا میان برای اینکه این حوزه ها رو فعال کنن تو بهار و تابستون. بعد از جنگ ادراکی میره اغتشاش، بعد تحریم داره، حمله سایبری داره، نمیدونم مداخله ارضی داره، خیلی کارهای دیگه داره. تحریم که ما سیر شدیم اینقدر تحریم که اصلا دیگه فایده نداره، ولی جو میده، جو روانی. و اینا منتهی به شهریور سعی میکنن به این سمت برن. بعد ترور داره، خرابکاری داره، انواع داره، فشار سیاسی دیپلماتیک داره، تهدید به اقدام، نه خود اقدام نظامی. تهدید یعنی چی؟ یه دفعه شما میبینید تعداد شناوراشو در خلیج فارس زیاد میکنه، مخصوصا این کار رو میکنه، نمیاد تنش مستقیم شاخ به شاخ. تهدید اینجوری لفظی تنش کلامیشو بالا میبره. فشار سیاسی دیپلماتیکش هم تو شورای حکام آژانس، مکانیسم ماشه و غیره. راههای کارهای زیادی میکنن. اینا نمونه است تو هر حوزه که من دارم میگم. حالا سوال اینه، این کارو میخواد بکنه، میکنه برای اینکه تو کوتاه بیای بری تو مذاکره؟ حتما میکنه. اینا هر وقت تو مذاکره ما گره میخوریم یا میگی مذاکره نمیایم، این کارو میکنن با ما، هر دفعه هم تشدید میکنن. آیا نمیشه جلوشو گرفت؟ چرا؟ اون دفعه گفتم میشه. 1401 پاییز ما اون داستانو داشتیم. از دی و بهمنش معلوم بود تو بهار و تابستون 1402 میخواد دور سوم، یعنی یک دور شدید جنگ ترکیبی را بندازه. دور اولش بهار بود، بهار 1401، یه فشار ترکیبی. ما تو مذاکرات اسفند 1400 رسیدیم به جایی که دیگه به تقابل رسید، تو بهارش فشار ترکیبی شروع کردن، منتهی به شهریور. 1401 وقتی تو شهریور دیگه مذاکره ملغاش اومدن برگشتن اینجا، همونجا پای پلکان هواپیما من گفتم آقا این شروع شد. رفتیم برای اینکه از 1 ماه مونده هنوز به مهساها معلوم بود، رفتیم برای جنگ ترکیبی. حالا از طرفای زمستونش معلوم بود تو 1402 دوباره اینا میخوان دور بعدی رو را بندازن شدید. اونجا کشور یک سری از جاها رو کار کرد. اینا 10-12 تا حوزه است، مثل یه زنجیر به هم قلاب میشه. یه جاهایش اگه کات بزنید، خنثی سازی کنید، طرف میبینه پتانسیلاش هرز رفت، دیگه بقیه پتانسیلا رو حروم نمیکنه، وای میسه همه حوزه ها رو. چون جنگ ترکیبی بعد تو همه حوزه ها داغ بشه تا نتیجه بده. نتیجهش هم براندازی نیستا، نتیجهش اینه که تو کوتاه بیای امتیاز بدی. مثلا تو این جنگ ترکیبی که من میگم میخواد را بندازه، میاد از داخل تو رو بی‌ثبات کنه، از مرزها هم حتما زنگزور، ترکیه، بتونه تو خلیج فارس و جاهای دیگه، میاد تو رو مشغول کنه. همون کاری که اسرائیلیا گفتم چندین سال پیش میخواستن بکنن، 8 واز شدن. میاد تو رو مشغول کنه به مرزات، تو محور مقاومت رو یادت بره که چی بشه؟ باب المندب از دستت در بیاره. چون اگه باب المندب رو در بیاره، روی کانال سوئز هم مثل تیوب دیگه گفتم تاثیر میذاره، اون رو هم از دست در میاره. نه به خاطر اسرائیل، به خاطر جنگ قدرت در دنیا میاد که اونجا اصلا بمونه. ما 1402 چه کردیم که اتفاق افتاد؟ هیچی. تو 1402 یه دفعه کشور به خودش اومد که اینا دارن این کارا رو میکنن. مجموعی از اقدامات وزارت خارجه انجام داد. خاطرتون باشه ما رو تو پاییزش از کمیسیون مقام زن بدون قانون انداختن بیرون. کمیسیون آقا شما رو انتخاب میکنه، 2 سال هستی، دفعه بعد انتخابت نمیکنه، فوقش به زور انداختن بیرون. کار دیگه، شورای حکام
یه قطعنامه سطح 2 داد که آقا برو همکاری کن، همکاری نکنی دفعه دیگه میفرستم شورای امنیت، از این حرفا. خب مثلا چه اتفاقی افتاد؟ تو زمستونش ما رفتیم کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل، رفتیم اونجا، کسی خیلی متوجهش نشد. تو شورای حکام هم یه کاری کردیم که گروسی بیاد و بره و یه ریز همکاری و اینا، اون قطعنامه رو تو اسفند و بهمن ندن، بیافته عقب برای خرداد، که اونا تصمیمشون اصلیش هم همون خرداده بود. بعد تو بهار همون فروردین رفتیم تو کمیسیون اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل رئیس شدیم. کجا؟ جایی که تم داره هر سال. تم پارسال چی بود که ما رئیس شدیم؟ نقش اینترنت در ارتقاء حقوق بشر یا امام حسین. ما شدیم رئیس. خب اونجا صدای آمریکایی‌ها در اومد. سخنگوی امور خارجه شون دیگه هر چه دلش در میاد به انگلیس فرانسه میگفت که شماها پس اونجا چه میکردید؟ چرا ایران بایستی این اتفاق بیفته؟ و بعد در طول این مسیر کارهای دیگه هم شد. در سازمان ملل کرسی به دست بیاری به عنوان نایب رئیس. این کارهایی بود که برای خنثی‌سازی اون جنگ. نه حالا عرض میکنم این اتفاق افتاد. وقتمون 2-3 دقیقه مونده، میخوام ناظر به آینده بگم، چون شما گفتید که دست خودمونه. آره همینو دارم میگم، اتفاقا اینجاش دست ماست. 2 دقیقه بعد اروپایی‌ها شروع کردن گفتن ما مکانیزم ماشه رو میخوام استفاده کنیم. اردیبهشت خرداد هوافضای سپاه فتاح رو رونمایی کرد، هایپرسونیک. به فاصله کمی قبلترش هم خرمشهر 4 رو بچهای هوافضای وزارت دفاع رونمایی کردن که یعنی چی؟ شاخ به شاخت میام. 2-3 هفته نکشید اروپایی‌ها یعنی انگلیس و فرانسه گفتن که ما قصد نداریم مکانیزم ماشه رو اجرا کنیم. اون مال اون موقع بود. اون موقع 2-3 سال به آخر برجامه مونده بود، الان دیگه آخرش. وزارت اطلاعات هم کل این مسیر در طول این 6 ماه تا دلت بخواد محموله گرفت، محموله های سلاح گرفت، خیلی زیاده. معلوم بود اینا میخوان بیان تو شهریور و مهر تو سالگرد شروع کنن مردم که بیرون نمیان یه سریا بیان به مدل دهه 60 منافقین ترور را بندازن. حالا وزارت اطلاعات خیلی هاشون نمیگفت به خاطر اینکه ناراحتی نگرانی پدید نیاد. یعنی در حوزه امنیتی، دفاعی، در حوزه آژانس، شورای امنیت ملی کلا و وزارت خارجه، اینا همه زیر مجموعه شام، شورای امنیت ملی، ما یه سری اقدامات انجام دادیم، یه سری کارا رو خنثی‌سازی کردیم. او دیگه نیامد، وگرنه حتما میومد برای اینکه اغتشاشش رو دوباره راه بندازه، همه کار بکنه. او خنثی‌سازی شد. حالا اینکه برنامه مدون داشتی یا نه، این اتفاقات خود جوش افتاد پشت سر هم، یه بحث دیگه ایه. مرحله به مرحله افتاد، مثلا این کار خودش رو رفته کرده، اون رفته کار خودش رو که همینجوری بدون برنامه کرد، ولی این اتفاق افتاد. الان هم میتونی شما الان اون که اون سری گفتم دست ماست، دست ما یعنی این. البته یه بخش از این اغتشاش خارجیاتون باشه، آمریکاییه، مثل مگسیه که رو زخم عفونتی میشینه. تیتراژ ما رفت، تیتراژ میخواد بره، این مهمه. برای یه بخشی از این داستان داخلیه. گازوئیل رو زودتر بیار، برق مردم موجود باشه، رسیدگی بهتر بشه به مزیت گاز، اینا همه تاثیرگذاره. ان شاءالله فرصت بعدی باز هم صحبت کنیم. از دوستان پخش هم ممنونم که به ما وقت دادن. از همراهی شما مردم بزرگوارم سپاسگزارم. خدا نگهدار.